امیدوارم یک عسل خوبی برداشت کنیم ما عزیزم برا. توقع دارم یک 15 کیلو عسل داشته باشه تا بتونم پیشرفتی به زندگی خود داشته باشم و یعنی همه من خوشحالم که به حتی لباس خود جا نمیشم از خوشحالی. از اقتصادی آدم ضعیف باشه نمیتونه که پیشرفتی بکنه، نمیتونه که به اولاد خود یک با آینده یک چیزی تعیین کنه، بتونه خریداری کنه از لحاظ درس و مکتبی و رخت لباسی و خوراکی و خیلی آرزو داشتم که بتونم سر پا خود به جامعه خود یک شغل یک وظیفه داشته باشم. خیلی هم خوشحالم که ما به سر پا خود میتونیم ایستاد شیم، کوشش و تلاش داشته باشیم، به خوبی بتونیم مواظبت کنیم، نگهداری کنیم زنبوره برای خوب، بتونیم استفاده خوبی از اینا بکنیم، آینده خوبی هم میتونیم بسازیم.